آیت الله کعبی از اعضای مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی است. مجلس خبرگان رهبری مجلسی است که رهبر را تعیین میکنه، برای رهبر رأی میده، برای رهبر تعیین تکلیف میکنه. رهبر کی باشه چی باشه، آقای خامنه ای یا حالا هر کسی رهبر جمهوری اسلامی باشه، دیدگاه های اعضای خبرگان است که تاثیرگذار است. و آقای آیت الله کعبی گفته که خامنه ای رهبر جهان اسلام است، امام مسلمین است و جنگ با خامنه ای، تعرض به خامنه ای، جنگ تمام عیار با کل مسلمانای دنیا است. البته این دیدگاه اعضای مجلس خبرگان جمهوری اسلامی است. ما دیگه از بقیه مسلمانان جهان پرسان نکردیم که واقعا چون این هست یا نه. به هر حال تاکید آقای کعبی ای است که اگر آمریکا بخواه به آقای خامنه ای تعرضی بکنه، اون وقت بسیار اتفاقات ناگواری برای آمریکا و ترامپ و به قول خودشان منطقه و دنیا خواهد افتاد. ولی میریم به سمت آقای پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی که همچنان داره لحظه شماری و روز شماری برای اتفاقی که منتظرش هست میکنه که مشخص نیست اون اتفاق میفته یا نه، که اتفاقی که منتظرش هست سرنگونی جمهوری اسلامی است. و تازه گفته که از این، البته نقل قول میکنم، متنی که آقای پهلوی گفته از این رژیم جنایتکار ایران را آزاد خواهیم کرد، اینطوری گفته. و گفته که بزودی به مردم گفته که بزودی در میان شما خواهم بود، شما را در آغوش خواهم گرفت و کنار هم ایران را از نو خواهیم ساخت. و یک سری گفتارهای دیگه از حامیای دو طرف که فراوانن. این دو تا برجسته ترین نمونه از اون هست.